سرخط خبرها. اعضای بونفوذی کنگرس از پرزیدنت خواستند فشار را به آزادی بس کند. مقامات درباره لیمیت برق چی پاسخ دارند؟ و هلاکت 2 نفر از زهرآلودشوی در ختلان. درود به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. من شعلای عبدالله دوامی 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. بیننده های عزیز، موضوع برق و با محدودیت گرفتن آن همانا در تاجیکستان داغ باقی میماند. ساکنان چند نواحی به ما می نویسند که زیاده از 1 ماه باز برق در منزل هایشان قطع می شود. ضمناً شکایت ها از سوی ساکنان پایتخت هم در 1 هفته اخیر شنیده می شود. بعضی هم در شبکه‌های اجتماعی می نویسند که در مرکز پایتخت هم ساعت ها برق نداشتند. مسئولین سبب بی آگاهی قطع کردن برق را شرح نمی دهند. همکار ما علیشیر ظریفی این موضوع را تحقیق دارد و قبل از برنامه از او پرسیدیم که مسئولین برق تاجیک به این مسئله چی پاسخ دارند. بله، در اینجا جنبه‌های حقوقی دو طرف را ما به نظر گرفتیم، خواستیم این موضوع را پیگیری کنیم و خودی حقوقشناسان نیز گفتند که بی آگاهی قطع نمودن برق ساکنان این نقض حقوق آنها می باشد و شرکت برق تاجیک باید مسئولیت خود را در این راستا احساس کند و در عکس حال مشتریان حتی می توانند که این نهاد را به دادگاه بکشد. در پاسخ به این نگرانی ها و پرسش های ساکنان، نمایندگان شرکت برق تاجیک از دادن هر گونه معلومات خودداری کردند و آنها با تکرار می گفتند که برای پاسخ به این سوال ها نامه رسمی لازم است. هرچند که ما نامه رسمی ارسال کردیم و هیچ گونه پاسخ دریافت نکردیم تا حال. 2 عضو یک عائله در ناحیه بلجوان از زهرآلودشوی جان باخته 2 نفر دیگر در شفاخانه بیماری‌های صورتی شهر کولوب بستری شدند. در میان آنها کودکان نیز هستند. زهرآلودشوی 4 که از شب 6 به 7 نوامبر امسال رخ داده است. با نقل منابع به نظر می‌رسد آنها از غذا زهرآلود شدند، ولی تفتیش پورا به انجام نرسیده است. منابع در دادستانی ولایت ختلان روز 11 نوامبر گفتند سبب‌های حادثه را تحقیق دارند. با گفته یک همصحبت ما در دادستانی، بر اثر زهرآلودشوی عبدالواسط باقی‌زاده 13 ساله و ظفر شریپوی 33 ساله ففتیدند. مصاحب ما گفت آنها روز شنبه شکراب آماده کردند. بیگاه حالتشان بد می شود و آنها را به بیمارستان می برند. 8 عضو بونفوذی کنگرس ایالات متحده از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواستند که با پایان یافتن فشار و بدرفتاری و تهدیدها نسبت خبرنگاران رادیو آزادی و اهل خانواده آنها مساعدت کند. آنها در نامه روز 29 اکتبر امسال گفتند همچون اعضای کنگرس آمریکا که رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی را سرمایه‌گذاری می‌کند از خبرهای می‌رسیده درباره حمله‌ها و مشکل‌آفرینی برای کارمندان رادیو آزادی اظهار نگرانی میکنیم. ما از ادامه یافتن آن عملهایی که درباره‌شان 2 سال پیش صدا بلند کرده بودیم ناراحت هستیم و آنها به مناسبت‌های آمریکا با تاجیکستان تاثیر منفی خواهند داشت. نماینده حزب دموکرات آدم شیف و نماینده حزب جمهوری‌خواه استیو چابوت ماه اپریل سال 2020 نیز درباره ادامه تهدیدها و برخورد نادرست با خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی به امامعلی رحمان پیام فرستاده بودند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تکیه به شبکه از گزارشگران محلی با 26 زبان برای میلیون‌ها نفر در 22 کشور جهان از جمله تاجیکستان اطلاع رسانی می‌کند. در بسیاری از این کشورها آزادی مطبوعات محدود است یا رسانه‌های حرفه‌ای هنوز به کمال نرسیدند. تاجیکستان یکی از آنهایی است که در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در جهان در جای 162 است. زبیدالله روزیق و رحمت الله رجب 2 عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به شیزو حجره جریمه‌ای محبس انداختند. پیوندانش وضع را به دادخواهی آشکارای آنها از پرزیدنت تاجیکستان ربط می‌دهند، اما مسئولان سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان مجازات اخیرا نتیجه ویران کردن ترتیبات در زندان میشمارند. علامت ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت رحمت الله رجب 8 نوامبر در صحبت تلفنی با او گفته است که هر دوی ما را برای نامه به شیزو میبرند. مسئولان زندانی نوی شهر وحدت به تماس‌های به تکرار ما پاسخ ندادند، ولی یک نماینده سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 11 نوامبر به شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت رحمت الله رجب و زبیدالله روزیق به مشورت با مسئولان زندان به نام پرزیدنت مکتوب فرستادند.
با سبب زیاد شدن بیماران در یک از شفاخانه‌های کیف کتی دارای منبع اکسیژن دیگر به همان نمی‌رسد. طبیبان میگویند بسیاری از بیماران بستری در اینجا آنهایی هستند که واکسن نگرفتند و حالا میگویند کاش واکسن میگرفتند که حالشان اینقدر بد نمیشد. همکارمان طاهر سفر موضوع را ادامه میدهد. اینجا شفاخانه گرفتاران کووید 19 در اوکراین است. آنهایی که واکسن نگرفتند و اینجا افتادند پشیمانند. در شفاخانه رقم 12 در کیف حالا کت‌های دارای اکسیژن نمی‌رسد. طبیبان میگویند 90% مبتلایان محتاج اکسیژن واکسن نگرفتند. ما 28 کت با منبع اکسیژن داریم. همچنین دستگاه ایلوگی اکسیژن رو داریم که در صورت ضرورت استفاده میکنیم. ما کت‌های اضافی آوردیم و در راه گذاشتیم. این کت‌ها منبع اکسیژن دارند و در صورت ضرورت به بیماران میدهیم. فقط 20% اهالی 44 میلیون نفری اوکراین واکسن گرفتند و سبب دروغ پراکنی درباره واکسن و ناباوری به مقامات بوده است. بسیاری از بیمارانی که واکسن نگرفتند پشیمانند و اکنون میگویند که از واکسن نترسید. همه باید بگیرند و من هم میگیرم. من هم فکر میکردم نباید گیرم ولی ضرور است. حداقل اندک از بیماری محافظت میکند. به واکسن آدم ضعیف میشود. اگر التهاب شوش و کووید بگیرد بسیار سخت است. کسی که بیمار نشده است این را نمیفهمد. نفسگیری برایم مشکل شد. سلفه داشتم که 5 روز دوام کرد. یک وقت نفسگیر شدم و برای همین شفاخانه آوردند و اکسیژن دادند. عموما باور نداشتم که این بیماری وجود دارد. با واکسن هم شبهه داشتم و گرفتن هم نمیخواستم. وقتی به اینجا میافتی مناسبت دیگر می شود. حکومت باید مثل خارجه میکرد و همه میگفت که واکسن بگیرید. Сказали вакцинуватись, всім вакцинуватись. با اوج گرفتن بیماری در اوکراین گشت و گذار و فعالیت‌های اقتصادی را در کیف و دیگر شهرها دیگر بار محدود کردند. از زمان آغاز پاندمی تا کنون بیماری کووید در اوکراین بیشتر از 72,000 نفر را کشته است. ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در شهر تاشکند اشتراک خواهند کرد. در مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو که امروز در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می‌یابد، اشتراک 14 ورزشگر تاجیک در نظر است. با اطلاع فدراسیون سامبوی تاجیکستان، مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگسالان در رشته سامبوی ورزشی میان مردان و زنان و سامبوی رزمی بین مردان دایر می‌گردد. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارم خیرام بخوزاده همراه می‌بینیم. 12 نوامبر سال 2014 پارلمان تاجیکستان طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تشکیل راهپیمایی و تجمع‌های بی اجازه جمعیتی منع است. این قانون بعد آن قبول شد که سازمان سیاسی و بعداً منع شده گروه 24 خواست در دوشنبه یک گردهمایی اعتراضی برپا کند. قبول قانون مورد انتقاد سازمان‌های آزادی بیان شد. 12 نوامبر سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه از شکایت شهروند تاجیکستان یک مهاجر کاری نعیمجان یعقوبوف حمایت کرد که با اتهام ساخته 5 سال را در زندان روسیه پشت سر کرد. دادگاه اروپایی حکم کرد که روسیه به شهروند تاجیکستان 25,500 یورو تاوان پردازد. در سالهای آخر مثل یعقوبوف چندین شهروند دیگری تاجیکستان هم توانستند برای سفید کردن نام خود در دادگاه اروپا پیروز شوند، ولی در برخی حالتها روسیه برخلاف قانون‌های بین‌المللی این افراد را به تاجیکستان استرداد کرده است. 12 نوامبر سال 2014 وقتی دستگاه کیهانی آژانسی فضانوردی اروپا برای اولین بار در تاریخ بشریت روی یک شهاب و یا ستاره دمدار نشست، خبرگزاری‌های جهان اسم تاجیکستان را همچون مکان زیست یکی از کشافان این شهاب نامبر کردند. سویتلانا گراسیمنکا، نجومشناس از تاجیکستان، همراه فضاشناس اوکراینی کلیم چوریوموف این ستاره دنباله‌دار را در سال 1969 در فضای قزاقستان کشف کردند. این دنباله‌دار که در دوری 500 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد با اسم چوریوموف و گراسیمنکا نامگذاری شده است. بانک ملی قربی اسعار را برای امروز چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی در این هفته. با شما استراحت خوب آرزومندیم و خدا نگهبانتان.